قیمت از اینا براتان 8000 است، 8000 نه 7000، 7000 نه 6000، 6000 نه به 5000 افغانی. رنگ آبی است شلوارش و همچنان از چندین رنگ دیگه اینجا کار شده، رنگ نیلی و سرخ بگوییم. بسیار یک لباس مقبول و ظریف که لباس کوتاهش است، دیزاین‌های مختلف. اینی رنگه که سرخ است به نام سرخ اناری، اینی رنگ لاجوردیش هست که باز چرمایشون فرق میکنه و چون مشتری ما گفته بود که فرق نکنه، هیچ هم خالش فرق نکنه، برای ما عکس داده بودن. باز ما خیلی پشتازی گشتیم. به نام خداوند بخشایده و بی‌نهایت مهربان. سلام و درود خدمت یک شما وطن‌های عزیزم. ان شاءالله که هر کجایی که هستین جور و صحت سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. باز من تمنا امیری در یک برنامه کاملا متفاوت دیگه در خدمت شما وطن‌های عزیز هستم. شما بیننده برنامه ما هستین از طریق چینل یوتیوب خودتان، چینل یوتیوب دیدار میدیا که همیشه لباس‌های بسیار مقبول و زیبای گند افغانی رو بر شما وطن‌های عزیز و انواع لباس‌های دیگر رو به معرفی میگیره. دیگه ما خواستیم امروز بازم در دکان مسعود جان عزیز بیایم که البته امروز هم خودشان فکر کنم نیست که بیادرشان در دکان هستن که بر ما و تماش شده بودن که میگفتن باز هم لباسای بسیار زیاد را به لیلام گذاشتیم. ببینیم که مسعود جان کدام لباسا را، کدام طراحی‌های لباس گند افغانی را دوباره طراحی کردن و کدام لباسا را امروز باز هم به لیلام گذاشتن. قسمی که شما بیننده برنامه قبل بودین چندین لباس بسیار با قیمت‌های مناسب که تا به لیلام گذاشته بود. ببینیم که امروز کدام لباسا را به لیلام گذاشتن. دیگه ما میریم داخل دکان و صحبت‌های بیشتر از خودشان می‌داشته باشیم. دیگه سلام علیکم، خوب هستین؟ انشالله صحت خوب. با اجازه دیگه ما داخل دکان آمدیم. میشه که یک معرفی داشته باشین؟ محمد قاسم هستم، یک تن از دکانداران کوتی سنگی رابی سنتر. محمد قاسم جان و همچنان برادر مسعود جان عزیز که مسعود جان عزیز امروز خودشان نیستن، دیگه خودتان هستین. بله. دیگه ما بازم یک گبه که شنیدیم که میگه لباسا رو باز این دفعه بیشتر و بیشترتر لیلام کردین. همین موضوع چه رقم است؟ اینی لباسک هست، اینی لباسک بونجونی ما ایره نو دیزاین کردیم. دامنش گراف است، بالایش چرمت تکای قدیمی است، بلیلام گذاشتیم. بله. در مورد قیمت از این لباس بگین، قیمت اصلیش چند است؟ قیمت از این 10000 است، 10000 نه 9000، 9000 نه 8000، 8000 نه 7000. واقعا که بسیار قیمتش این 7000 گفتین. بله بله. و از این لباس که بسیار مقبول است. از لباس رنگ داره. دو دیزاین است که اینی دیزاینه که شیخان موری است، یک دیزاینش اینجا است، باز به معرفی میگیریمش. مسعود جان دفعه قبل گفت که ما لباس به کرایه نمیدیم، فقط لباس اینجا برای فروش گذاشتیم و همچنان یک گپ بسیار خوب را که یادآور شد، گفت ما لباس لیلام میکنیم و قیمتش کمتر و کمتر میگه. واقعیت اینی لباس فکر کو که همو پیسه موادش میگیریم از مشتری ها زیاده نه. باز از اون وقتی که لیلام کردین لباس ها چطور مشتری زیاد شدن، خرید فروش چه قسم شدن؟ خوب است، نتیجه گرفتیم، خوب است. بله. باز همین تصمیم گرفتین که لیلام بیشتر کنین و هموطنایز ما بیشتر بیه. خب از این لباس گفتین یک دیزاین دیگه شما هست، میریم امور رو میبینیم. قیمت از این لباس هم 7000 است؟ یا اینی چیز است. بله، فقط یخنش فرق میکنه، گل پیرانش یک گل است، دیگه گل است، او رنگ چیز است لاجوردی است به رنگ سرخش. یخنش هم کاملا متفاوت امروز از او. بله. اینا رو به لیلام گذاشتین. چند روز میشه که لباس به لیلام ماندین؟ امیر فکر کنم امروز دیگه آماده شده. این روز اولش است که در گودیا زدیم که شما آمدین. دوستای عزیز واقعا لباسای بسیار مقبول اینجا به لیلام گذاشته. فقط همین دو لباس است یا لباسای دیگه هم هست؟ 4-5 دیزاین دیگه داریم که هنوز زیر کار است. وارم ان شاء الله بخیر به زودترین فرصت در لیلام میگذاریم. واقعا بسیار عالی. من واقعا خوشحال هستم که هم مسعود جان و همچنان بیادرش دیگه همچون دل کلان دارن و لباسای بسیار عالی را به لیلام میگذارن. و در مورد از این لباس بگین، اینجا خانم خدا لباسای گند افغانی بسیار زیاد است، گرچه که ما دفعه قبل در مورد قیمت و همچنان طراحی لباسا صحبت کردیم. این لباسا چطور است؟ لیلام به مو قیمت دفعه قبل ما صحبت کردیم، به مو قیمت هاست یا نه این دفعه ارزان تر کردیم؟ او دیگه قیمتای نهاییش از دیگه فکر کو که بیخی دوای رسان دوره از او دیگه پایین فکر کو تاوان ما میشه. بیخی نرخایی که مسعود جان براتون یادآور شده بود همون نرخاسته. دیگه یک چند دیزاینه که دیگه اونو طرف داریم ماکسی وارم اگه درست معرفی میکنیم براتون بریم اون بازوارم. و یک دیگه کمی می دختر خانمات تنها میجا بیاین بگه برای ما ارزان کردن لباسای گند افغانی. امی آقایان حسابشون چطور میشه؟ بر از اونها ارزان میکنین نمیکنین؟ مشتری ها فرق نمیکنه با ما خانم‌ها و آقایان، هر کس که به فقط تخفیف است برش. بله. و قیمتایی که دفعه پیش ما یک
چپلی بگیم، چپلی مردان هم همچنان واسکتش که اونا رو هم گفتن به تخفیف گذاشتن و لیلام کردن. قیمت های از نو بازم همون قیمت هاست یا بازم لیلام کردین ارزان کردین؟ خب نظر به وقت از دیگه شاید قیمتاش کم فرق کنه، پایین تر شوه. بله. بس چی خوب است میریم یک چند نمونه جدیدی که قاسم جان عزیز و همچنان مسعود جان که نیستن یک چند لباس جدید طراحی کردن، میریم در مورد از همون لباسا صحبت میکنیم که در مورد طراحیش، رنگش و همچنان قیمتش که باز بچن اینا را لباسا را لیلام کردن. و چی خوب است در اول که اینجا بیادرک عزیز ما مصروف کار است. دفعه پیش که ما آمدم لباسا رو لیلام نکردن، یک رقم تو بیکار شته بودیم. دفعه چطور کار میکنه؟ به نظرم که کار سرشان زیاد شده، فروش زیاد شده. سلام بیادر خانم، خوب هستی؟ سلام، خوب هستین؟ بخیر. شکر. نام زیبایت؟ عبدالتواب. عبدالتواب جان عزیز، کاروبار زیاد شده. دفعه پیش که ما آمدم خودت دم تو بیکار بودی، همینجا که موبایلک ساتیری میگه. این دفعه چطور تو نام خدا سر کار هستی و این برقام است؟ چی دلیل داره؟ لیلام کردیم، کاروبار زیاد شده. شب و روز کار میکنی یا فقط روزانه؟ فقط روزانه. خب مسعود جان سر ظلم نمیکنه که زود شده لباسا اینجا مشتری ها منتظر خودت؟ نه ظلم نمیکنه. چقدر وقت یک لباس خودت خلاص میکنی دختش را؟ 3 ساعت 4 ساعت میشه. 3 ساعت یا 4 ساعت. دختن از اینا زیاد مشکل نیست؟ مشکل هست دیگه، با زیاد بگیره آسان میشه. خودت چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی؟ 4 سال 3 سال میشه. 4 سال و 3 سال، یک تجربه بسیار خوب داری. به نظرم که لباس افغانی را دیگه که تکیش و تمام وسایلش برات بانه دیگه همون یک لباس مقبول آماده میکنی. بله. بسیار خوب، ان شاء الله موفق و سرفراز باشی. بخیر باشه. دیگه چه خوب است که لباسای زیبایی که اینجا هست. من اینجا بیان برادر عزیز ما قاسم جان قند اینجا بیاید دیگه لباسا رو بر ما یک به معرفی بگیره که طراحیش هم جدید است، رنگ بسیار مقبول بشه که در مورد همین لباس بر ما بگین در ابتدا. رنگ زنگالی داره، یک ذره یک پرکار است چون خواهش مشتری قاسم جان اگه اینجا بیاین که در تصویر هموطنای عزیز ما خوب تر داشته باشه. درست. دیگه برنکش مقبول است، یک ذره پرکار است چون خواهش مشتریای معمولی است کم از یک ذره پرکار باشه منظورشون است. دیگه رنگک زنگالی داره، بازینی پشت سر شما رنگ سرخش هست و باز چرمش در سفید است، این در زرد. دیگه این رنگک لاجوردیش است، یا اما تو فکر کنم یک ذره پرکار به خاطر که فرمایش‌های مشتریای ماست. این لباسا کام مقبول است. اجازه است لکن برات؟ بله بله. این باز کوتاهش است، دیزاین‌های مختلف. من تا یک کار میکنیم ما که چیز مواد بدل کار نمیکنیم. بخمل اصلی است، فکر که یخنش کار دست است، چرمش هم تو یک چیز است دیگه. نمیخوایم که مشتری ما از ما ناراضی باشه. بله و همچنان امیس لباسایی که اینجا هست دیزاینایشون تقریبا یک چیز است. میشه که در مورد رنگ از این لباسایی که واقعا مقبول است بر ما بگین؟ اینی رنگک سرخ است به نام سرخ اناری. اینی رنگ لاجوردیش است که باز چرمایشون فرق میکنه و هم گرافا و بعض مواداش دیگه کم کم تغییرات داره. خود دو قسم نمیشه که دو تا لباس به یک دیزاین جور کنه، حتما فرق میکنه در اندازه‌شون، در مواد چیزاشون. و همچنان سوال اصلی ماند که قیمت از اینا چند است؟ اینا رو به چند اعلام کردین؟ قیمت از اینا براتون 8000 است، 8000 نه 7000، 7000 نه 6000، 6000 نه به 5000 افغانی. 5000 واقعا که بسیار عالی. و این لباس چادر، کلاه چیزی هم داره؟ بله چادر داره. باز چادرش دیگه مشتری ها مثلا یک تا میگه در لاجوردی هم رنگش لاجوردی بته، یک تا میگه سرخ بته، بازور به مخواهش مشتری چادر برش داریم اینجا. چی رنگی خاص برش میته؟ چادر دیگه با ما هر رنگ و دیزاین خاص به شما بله دادیم. و قسم گفتین قیمت از این هر سه لباس که واقعا مقبول است، پرکار است، لیلام کردن به 5000 افغانی. اگه بازم کسایی که خصوصا خانم‌ها اینجا میان چنه میزنن که نه 5000 نه میره 4000. خب خیر از باز میگه اون تو که پیسه داشت پیسه شه بگی که نداشت دویشه. واقعا اون یک آدم بسیار خوش‌طبع و خوش اخلاق معلوم میشه. خود دفعه پیش که ما اینجا آمدیم برنامه داشتیم برای هموطنای ما تقدیم کردیم، مسعود جان قند بود که خودتون در دکان نبودین. من از ابتدام که آمدم فکر کردم که مسعود اینجا هست. برادرم هست، معزو کار بزرگتر هستم دیگه. ما پشت مواد رفته بودم جایی نبودم. بله دیگه دکان از هر دویتان شریک است. بله شریک است. چقدر خوب که بیادرام تفاهم بین خود دارن، اتفاق دارن، یک جای اردوشان کار میکنن. ان شاء الله که موفق باشین. خودتون چقدر مدت میشه که اینجا کار میکنین؟ ما تقریبا 12 سال میشه که در این کسب هستیم. چطور از تجربه دکانداری؟ همین کسی که میگه ما برنامه رو میبینم میگه شوق میکنه ما مامت یک کارخانه جور کنم، یک دکان گند افغانی جور کنم، نظرتان چی است؟ تجربه خود بر از اون بگین. والا گفته هم مردم که چشم بخیل کور هر کس که جور میکنه ما مشکل نداریم، روزی هر کس در دربار خدا است.
چطور است یک کار مشکل است؟ بعضیا میگن این دکانداری بسیار کار مشکل است که ما هر روز خصوصا با زنا اینجا بیاین یک لباس خوش میکنن نمیکنن، در مورد قیمتشان جور نمیان، بسیار یک کار مشکل است چون خانم‌ها کس خودشان خاص هستن و لباسای خاص واقعیت انتخاب است. میکنن. بدون دیگه شک. چطور است یک کار مشکل است یا آسان است؟ والا دکانداری خود در مجموع مشکل است، باز گند افغانی زیادتر مشکل داره. به خاطر از اینکه مثلا یک مشتری یک پیرن فرمایش میده، فکر کو که توتا را جمع میکنیم یک لباس آماده میشه. ما اینجا داریم میال یک دونه بالاتن از یک مشتری ماست، فکر کو که یگان 5 روز پشت از او دویدیم تا ای که رضایت از اونا رو به دست آوردیم. بله. بسیار عالی. هم طبعا که هر کاری که در زندگی ما انجام میدیم مشکلات خود را داره، سختی های خود را داره، با صبر و حوصله باید پیش بریم. و چی خوب است که همون لباس را گفت بسیار باش زحمت کشیدیم اینجا بیارن و ما به تصویر بکشانیم. چون مشتری ما گفته بود که فرق نکنه، هیچ هم خالش فرق نکنه، بر ما عکس داده بودن، باز ما خیلی پشت ازی گشتیم. اینی لباسک از بالاتن است، خاله نمیشه که ما دگودی براتان دگودی بزنمش. شما رو طراحی و رنگ از این لباس بر ما بگین. رنگ و چیزا زیر بر ما عکس روان میکنن، مطابق عکسشون آماده میسازیم. و یکی دوستای عزیز من که متوجه شدم این کلا مرگکای خرد امی قسمت پیش رویش و قسمت این قسمت شانهش دیزاین شده. بله. دیزاین از این کی انجام داده؟ اینجا انجام شده یا کدام جای دیگه؟ دیزاینش باز مطابق عکس که مشتری بر ما روان میکنه، باز ما مطابق عکس از او برای نفرای ماست، کارگر هستن، خانم هستن، موره میدوزن. دیگه باز موره و موادش برشان میتیم، امو قسم آماده میشه. تا چند روز این تکمیل میکنه؟ ایره فکر کو که ما دمی واقعیت یک ذره با مشکل جور شد، یک هفته در بر گرفت. به خاطر از اینکه دانه آستین از اینکه است، چرمش کار دست است، چرم دستی است البته، این دانه آستینش موادای قدیمی است. وال میگیره. دیگه سرشانش هم تو یک ذره با مشکل آماده شده. باز امی قسمت‌هایش هم توسط خانم‌ها به انجام میرسونه یا که نه ماشینی است؟ کار دست نیست. قسم است، هم ماشینی است، هم آماده داره، هم خانم‌ها میدوزن. باز خانم‌ها که میدوزن و یک ذره مقبول‌تر و ظریف‌تر میه. نظر به که در ماشین میدوزن. قیمت لباس چند است؟ لباس هم که نمیشه گفت بلوز است، بله، بالاتن است. ایره ما خب به مشتری خود فکر کو که 5,500 آماده ساختیم که تقریبا یگان 4,500 پر مواد خوردن بدون زحمتی که 1,500 مفادش 1,500 مفاد که اگر او رو مقایسه کنی با زحمتش و زیاد هر طرف دویدنش ما چندان چیزی نیست. بازم همی که خوب است، دل مهربان داره، نمی یک دنیا ارزش داره. بخیر باشه. تشکر. و همچنان دختر عزیز دوستای عزیز قسم گفتن بسیار وقت زیاد را گرفته و همچنان یک چیز بسیار ظریف است و مقبول است. ایر برتان گفتن سفارش داده. از کجا سفارش آمده؟ از امی کابل یا کدام جای دیگه؟ نه، از امی کابل سفارش داده، یک خانم است دیگه. گفت برام آماده کو، گفت بیادر جان خیر است یک 3-4 روز اگر تال میخوره خب فرق نکنه. ما به خاطر از اینکه باش گپ از ود از زمین نمونه خیلی سر زحمت کشیدیم. بله. زیادتر لباسایی که اینجا هست فرمایش میتن، سفارش میتن برتان یا خودتان دیزاین و طراحیش انتخاب میکنین، دخت میکنین؟ خب فکر کو 50 یا 60% از زیر خودمون دیزاین میکنیم. باز اضافهش 40% از زیر مشتری ها از هر طرف عکس برام روان میکنن، مطابق عکسشون آماده میشه و جور میشه. زیادتر مشتریایتان در خود کابل ولایت است یا خارج از کشور؟ نه، خاله یک ذره اقتصاد مردم ضعیف است، در خود کابل هم هست مشتری خوب است. خب بعضی مشتری ها از بیرون هم برام فرمایش میتن. بسیار عالی. و همچنان دوستای عزیز قسمی که میبینین اینجا چندین دانه چرخ خیاطی هست دیگه. کجا هست کسایی که دمی بخش فعالیت میکنن اونا کجا هستن؟ وقت نماز است، کلشون مسجد رفتین. وقت نماز است، ان شاء الله نماز از نو قبول باشه. فقط می یک کارخانه رو دارین، یک اینجا کار میکنن یا کدام کارخانه بزرگتر هم دارین که چون نام خدا لباس بسیار زیاد است. ما که فکر میکنم دمی چند دانه چرخ نخواد نفرایی که هستن اینجا رسید بر مشتری ها بتونه. نه، کارخانه کلش همیج است، همیج اون طرفش فروشات میکنیم بر مشتری های طرفش می چرخ و چیزا است که میدوزن دیگه، همیج است کلش. بسیار فکر میکنم که خیاطای بسیار ماهر است چون در وقت بسیار کم میتونن که لباسای بسیار مقبول و آماده بسازن. نام خدا خیاطای ما نام خدا خوب هستن، از کارشان راضی هستیم. خودتان چطور در بخش دوخت از اینا مهارت دارین یا نه فقط در بخش فروش هستین خودتان؟ ما کار ما اگه بگم معلوم نیست، یک دفعه میرم بر مشتری پیرن میتم، یک دفعه پشت مواد میرم، یک دفعه میایم بالای سر کارگرا، وظیفه مشخص ندارم. یعنی در مردو بخش نام خدا لایق هستین؟ ما فقط مواد جمع میکنم از بیرون برای خیاطای ما یا لباس آماده میکنم. خودت باشه مسعود اگه برنامه رو ببینه یک سوال از خودش کنیم، از خودت کنیم، خودت لایق هستی یا مسعود؟ اینو اینجا راست بگو که نه، واقعیت براتون میگم، من چند وقت نبودم، بیرون از کشور بودم
دیگه مهارت مسعود جان از مکنن ماشاءالله خوب است. خب ما گفتم اگه خودتونم بگین یک دفعه در دکان بیک تو چرا اومدی گفتین؟ نه مگم در کار نام خدا با پیش است. بله ان شاء الله کاردیتون موفق باشین. امی که یک جای کار میکنین اتحادتون واقعا از دیدن از امی واقعا بسیار خوشحال شدم. خدا شما رو خیر مهربان هستین. دیگه یک لباس مقبول دیگه وطنای عزیز قصه ها بسیار گرم بود که ما هم تو امرای قاسم جان عزیز صحبت کردم بخیم فراموش شد که برای وطنای عزیز لباس ها رو به معرفی بگیریم. چی خوب است که بریم در مورد از امی لباس با جزئیات بیشتر صحبت داشته باشیم. که مسعود جان عزیز خودتون اگر لطف کنین اینجا بیایی در کنار من اینجا اگه استاد شوین چون در تصویر هموطنای هم خود ما را داشته باشن هم امی لباس مقبول را. خب میشه که در مورد از لباس بر ما بگین؟ خب میگذره بدل ما نامده خوب است. دیگه دامنش از تکه قورمه‌ای میگن توتا جور شده. دیگه پایینش قرص خورده، بالایش گراف، بالایش باز قرص، بازو تو یک زنگک خورده. دیگه مقبول آمده ایام. واقعا مسعود جان گفتی بدلم نامده ما بخی یک رقمک شدم چون واقعا لباس مقبول است. اگه ما که ببینم کدام کمی کاسید این لباس نمیبینم. نداره نه هر کس مفکورش فرق میکنه. ایره شاید با ذهن شما باز مشتریای ما خوب باشه اما مشکلش ما خودم میفهمم که باید این یک چیز دیگه اضافه میشدش. و در مورد رنگ از لباس بگین چند رنگ داره از لباس؟ جگری داره، لاجوردی داره، سبز داره، سرخ داره. کدام لباس بیشتر دختر خانم‌ها از شما میخرن؟ اضافه تر همین 4 رنگی که نام بردم، سبز، سرخ، لاجوردی، جگری، رنگا زیادتر. چون هم تمام رنگاش مقبول است. کل رنگاش مقبول است. این 4 رنگ یک ذره مشتری زیاد داره. و همچنین در مورد قیمتش بگین بر ما و چند لیلام کردین لباس؟ قیمت ازی براتون گفتم که 5000 لیلام. 5000 افغانی به لیلام است. دیگه یخنک هم کار دست است. خوبش از لباسکش خدا کنه که مشتری ها راضی باشن از ما. یک قسم لباس بسیار تو سنگین معلوم میشه. سنگین معلوم میشه. یک رقم وزنش زیاد است چون امی سککایی که کار شده وزنش بیشتر کرده و اضافه تر ساخته اما واقعا یک لباس مقبول است. و آستینای از این لباس هم که از چندین رنگ فکر کنم ساخته شده. مثل دامنش قسمی که دامن طراحی شده و آستینش هم همونطور. دیگه یک کمک وزن هم یخن برش میته اگر نه مواد دیگه شو قدر وزن نداره و یخنش واقعیت یک ذره وزن داره به خاطر پیسگک و بعضی مواد کار شدهش موره و چیزا وزن داره به شما بهتر معلوم است. بله واقعا مقبول است. یک لباس بسیار مقبول و طراحی بسیار مقبول. و امی که مسعود جان عزیز این تصمیم اردویتان گرفتین با مسعود جان که لباس اعلام کنین یا نه تنها مسعود جان این تصمیم گرفت؟ نه با هم یک جا تصمیم گرفتیم. بله خب بسیار عالی. بسیار یک نظر نیک از قسم که خودتان هم گفتین ما با خاطر لباسا را اعلام میکنین و خاطر از اینکه اقتصاد خراب است و هموطنای ما بتونن از شما بیاین لباسای بسیار مقبول خریداری بکنن. و یک لباس دیگر هم به معرفی میگیریم در مورد قیمتش صحبت میکنیم. یک لباسی که اینجاست واقعا دوستا توجه مرا بسیار جلب کرد به خاطر از اینکه رنگ آبی است شلوارش و همچنان از چندین رنگ دیگه اینجا کار شده رنگ نیلی و سرخ بگوییم. بسیار یک لباس مقبول و ظریف که اگه مسعود جان عزیز مسعود میگم شما رو به خاطر که از نا برنامه داشتیم قاسم جان عزیز میشه که در مورد از این لباس بر ما بگید؟ لباسک هم مقبول است. رنگک نارنجی است دیگه. این رنگ لاجوردی کار شده داشت چرمه زرد دو رنگ زرد و سفید دیگه. تنبانکش هم تنبانش رنگش هم یک رنگ روشن داریم که یک ذره لباس بکشه. از این لباس چند رنگ داره؟ از این لباس هم 5 رنگ داریم. بله 5 رنگ. و همین رنگ شلوارش فرق میکنه نه در کل رنگاش تغییر میکنه؟ در مجموع فرق میکنه. فقط این رنگ نارنجی گفته میشه دیگه. بانجانی، سبز، سرخ، جگری. قیمت از این لباس؟ قیمت از این لباس براتون 6000 است. 6000 نه 5000 5000 نه 4000 من بگم 4000 نه 3000 نه همون 4000 که قاسم جان عزیز گفت. قاسم جان عزیز گفت همین لباس همین قیمت 4000 که واقعا 4000 من فکر میکنم قیمت از این کم باشه چون قسمی که معلوم میشه بسیار در این زحمت کار شده و همچنین تکه های از این که کار شده خودش یک عالم یک چیز است واقعا گزاف است اما زحمتش هم دیگه طرف. و فکر میکنم تکه که این کار شده تکه بخمل است و همچنین تکه شلوار از این که یک قسم تکه نازک دیگه است. بله تنبانای از یک از در مجموع تکای لیلی میتن میگن که یک ذره مقبول و هفتیده میاد تنبان دیگه. خودش در بخمل است. همین توتا از یوم که کار شده داش بخمل است. بله و چادر از این چادر داره یا کلا؟ کلا خواست مشتری کلا برش میته مگر چادر خواست چادر مشکل نداره. چادر از این به کدام رنگ است؟ چادر از این که لاجوردی بگیری و هم رنگ تنبانش باشه مقبول است. به نظرم البته این که باز مشتری چی میگه ما مشکل نداره.
بله دیگه اگر کدام لباس جدید دیگه هم قاسم جان عزیز است که اینجا به هموطنای به معرفی بگیریم. و تاله شما امروز 4-5 دیزاین لباس داریم، ما زیر کار است دیگه، آماده نشده بود، 1-2 دیزاین که آماده شده بود براتون گفتیم 3 دیزاین امروز ماکسی دیگه، انشالله که در بعدی شاید لباس های زیادی رو به معرفی انشالله که یک روز دیگه هم میایم با طراحی های جدید و همچنان اگر لباس ها رو ارزانتر برای هموطنای ما لیلام کردید. و یک دیگه که زیادتر هموطنای تا ذکر کردن که چه خوب است که یک شماره تلفن از هر دکانی که شما میرین دیدن میکنین برای ما داشته باشین. اگه خود لطف کنی یک شماره تلفن هم بگویی. درست است، 0790 78 16 20 چیز ارتباطی ماسته دیگه، میتونید دیگه تماس بگیره مشتری ها. بله شماره ای را که قاسم جان عزیز گفت شما میتونین به این شماره به تماس شوین و هر نوع لباس را که خواستین اینجا به سفارش بتین. لباسای است، لباسای گند افغانی که بسیار مقبول است. قسمی که قاسم جان عزیز هم گفت نه، قسمی که خواهر عزیز ما سفارش داده بود یک لباس بسیار مقبول که در 4-5 روز برشون آماده کردن و شما هم هر نوع لباسایی که خواستین میتونین راحت سفارش بتین به مو دیزاین و تب دل خودتان. قاسم جان و مسعود جان عزیز در خدمت. ما در خدمتتون. بسیار تشکر. بسیار تشکر از اینکه امروز وقتتان رو برام دادید. تشکر از شما، هم زنده باشید. و در اخیر اگر کدام حرف گفتنی پیام باشه کمری ما در خدمت. کدام گفتنی خاص نداریم، خواهش شما است که انشالله که مشتری‌ها بیان از پیش ما راضی خواد رفتن. انشالله با این تخفیف‌های خودتان دارین، با این دل بزرگ خودتان دارین، اینمی یک دنیا برای ما ارزش داره. انسانیت و مهربانی شما. دیگه بسیار تشکر، قربانتان، وقتتان گرفتم. و یک تشکری خیلی خاص دارم از تمام هموطنان عزیز ما که تا ایدم بیننده برنامه ما بودن، قسمی که بیننده بودین. بازم ما به دکان مسعود جان عزیز آمدیم که خودشان نبودم، یعنی خوب شد امروز با بیادر عزیزشان، بیادر بزرگترشان قاسم جان، واقعا آدم مهربانی بود، آشنا شدیم و همچنان از لباسای که بسیار مقبول بود، چندین لباس را که جدیداً طراحی کرده بود، گرچه که بسیار وقت نگذاشته بود. ما تقریبا 1 هفته پیش یا 1-2 هفته پیش آمدیم، اما بازم لباسای بسیار زیاد دیگر طراحی کرده بود. ان شاء الله بازم از دکان مسعود جان عزیز دیدن میکنیم که یک چند طرح جدید داره برای شما وطنای عزیز آماده ساخت. ان شاء الله بازم به دکانشون میایم. این بود برنامه امروز. لایک، سابسکرایب و همچنان شیر یادتان نره. تا دیدار بعد برنامه‌های بعد. خدا نگهدار.